الان فرانسه رو نگاه نکن که چپولیسم این همه بلا سرش آورده. می‌دونستی این بدبختا یه روزی زبانشون 500 سال قرنها زبان رسمی انگلستان بوده؟ باورت میشه؟ کلمه های مثل پلیس، رویال، بیوتی، گاورمنت، جاستس، میدونی همه اینا ریشه فرانسوی داره و زبان فرانسوی قرنها زبان رسمی انگلستان بوده و بعدها زبان فخر و ادب و زبان دربار و زبان به اصطلاح فلسفه کشور انگلستان بوده تا حدود قرن 14، یعنی از قرن 10 تا قرن 14، یعنی 400 سال تقریبا. یک کلمه ای رو رفته بودم دیروز مدرسه دخترم، دیدم زدن رو دیوار نوشتن Le futur est grandiose. Alors, grandis et ose. آینده پرطمطراق و با شکوه و با عظمت است. بنابراین grandis et ose. بزرگ شو و جسارت کن. گراندیر کلمه فرانسویه. گراندیر. اوزه یعنی جرأت کردن. avoir du courage. جالبه که این صفت آخرش او نمیگیره. نه، گراندیوز، گراندیوز نیست، حواستون باشه. اوکی؟ گراندیوز تو انگلیسی هم همینه. گراندیوس تا جایی که میدم گراندیوس یه همچین تلفظی داره. اوکی؟ آینده پر جلال و شکوه و عظمت است. بزرگ شو و جسارت داشته باش. هیچ چیزی جز ایمان و شجاعت تو رو به سمت پیروزی و موفقیت راهنمایی نخواهد کرد. اتومبیل، این هم کلمه فرانسویه.